این برنامه بانوی موثر با موضوع حقوق زنان در جای کار بخشیده شده است. برای کشودن این سمت دسترسی حقوق زنان ما به دهات و این خواجگی دهخانی آمدیم. مانند این زنان و دختران در دهات قسم زیادشون در خواجگی های دهخانی به کار جلب کرده شدند. سازه همه خوب کار میکنیم، مزد منت مناقشه رو میگیریم. خیلی عین پختچینی در با عبیدمون میتن. مهنت خوب کنی بسیار بچینی اگر با مکافات پول میتن. شما درباره حقوق های خودتون چی میدونید؟ حقوق زن مادر این برای تربیت دادن فرزند. جوهربی بابا مراد و سهامدار خواجگی دهخانی به نام حاجی پرتاب می باشد. همراه این زنان جوهربی از کیش تا پرورش و نگهبانی نیازهای پخته مهنت کردند. در موسم جانوری حاصل پخته از پگاهی بر وقت تا بگاهی پخته میچینند. برای هر یک کیلوی پخته خواجگی 50 درم پول جدا نموده است. برای آنکه در یک روز جوهربی 50 سومانی پول کار کند او باید 100 کیلوگرم پخته چیده سپارد. روزی میشه که از هر توبیگر تا 90 کیلو را میچینم. ولی امسال یکم روزه؟ اوه یکم روزه چیندستم امسال. امسال پخته چه خیلی؟ میشه سازه شروعه. نظر به سال گذشته چی؟ هر سال گذشته با هیده بهتر بود. امسال قدر چی نیسته. در این خواجگی بسیاری زنان اولیدار صاحب فرزند می باشند. همچون مادر برای نگهبانی فرزندان از حقوق و امتیازهایشان استفاده نکردند. از چنین حقوق و امتیازها خبر ندارند. این امتیاز ما کار میکنیم، مهنت میکنیم، فرزند تربیت میتیم برای راست هدایت کردن. خب چند فرزند دارین؟ 3 تا. مایدکیتون چقدر است؟ 1.5 ساله. برای تربیت فرزند، برای کلان کردن فرزندو شما یگون امتیاز یگون کمک پولی میگیرین؟ نه. نگرفتین؟ نه. این مثال برای تولد فرزند 1.5 سال پیش اینایی اخیرانتون دکرت رخصتی مهنتی برومدین؟ نه ما خیلی دائمی کار نمیکنیم. هم پخته چینده یگان را میم همجا کار میکنیم. خیلی دکره پولی نگرفته ایم. میدونین که وقتی که آدم کار کنه زن برای تولد فرزند دکرت پولی میگیره؟ اوه میدونم. یگان رو مراجعت کردین؟ نه. مراجعت نکردین؟ نه. برای چی؟ نمیدونم. مراجعت نکرده ایم. بعد اینا بعد وینده نفقه میبروین اینا میدونین؟ اوه میدونم. برای چی کار کردن در کار؟ نون نوشتن در کار. نون نویس در چی دولت مزد مهنت کار میکنی باید که نون نوشتگی باشه. خیلی نمونه می نویسیم جویک میگیریم پخته میچینیم نمونه می نویسیم. یگم شده یگم وقتی بیمار شدگی؟ نه خدا را شکرانه حالی نه. اگر بیمار شد حقوقت میدونی؟ البته حقوق خودم حمایت کردن توبت کردن. اجای کار چی؟ اجای کار چی؟ اجای کارم طبق قانونگذاری تاجیکستان زنانی که به فعالیت مهنتی مشغول می باشند حقوق و امتیازهای معین دارند. یکی از این حقوقهای آنها رخصتی هنگام تولد و تربیت فرزند و برآمدن به نفقه می باشد. ریاست اگنتی سقوطی اجتماعی و نفقه در شهر و ناحیه ها این حقوق زنان را موافق طلبات های قانون تأمین می نماید. زنهایی که در خواجگاه دهخانی انفرادی کار میکنند همچون سهمگزار هستند حقوقی به نفقه برآمدن را دارند. برای که از طرف خواجگی دهخانی اونها در ناظرات انداز در ریاست آمار ناحیه در فوند نفقه ناحیه نامنویس شدن از حساب انداز اجتماعی به حجمی 20% سپرده می شود، یعنی 10 سامانی هر ماه سپرده می شود و اونها سابقه کاری به حساب گرفته می شود و حقوقی به نفقه برآمدن را دارند. او زنها اگجو میفهمند که سهامدار هستند. هر یک خواجگی دهخانه که تشکیل می شود در اساس عریضه چند سهامدار دارد او پیشنهاد میکنه به کمیته زمین پیشنهاد میکنند. در این حالت او نقض میداند که سهم دارد در این خواجگی چند سوتیق زمینی که باشد سهم دارد. او البته در اساس عریضه قبول کرده می شود به کار
و وقتی که به نفقه برآمد اگر میخواست همش رو به همون خوجگی میسپرد، در اون حالت او از سهم خوجگی خارج میشود. آیا همین مشکلات امروز هست؟ این مشکلات اصلا این زمان هست بسیاری شما با واسطه حجت زوری برطرف میکنید، بسیاریش هست که برطرف نمیشن. اساسا از حساب خوجگی دهقانی بگیریم، مشکل اساسی همین است که خوجگی دهقانی در حقیقت در نادرات انداز حسابات میسپرند، در اساس مالیه میسپرند و دیگه در فوند نفقه نمیسپرند. در 6 ماه یک مرتبه باید به اداره فوند نفقه حسابات بسپرد. اما خوجگی دهقانی تعبیل میسپرد که مثلا همین قدر سهامدار دارد، مزد مهنت پیشنهاد میکند با مبلغ 50 سومونی هر ماه، از روی او انداز اجتماعی 20% میسپارد 10 سومونی و به یگان مشکلات میتواند که همون زنی که در همون خوجگی سهامدار است با نفقه برآید. و خوجگی دهقانی هستند که حسابات نمیسپارند. وقتی که شهروند برای نفقه برآمدن مراجعت میکند به اداره اگنتی سکوت اجتماعی نفقه نایب، وقتی که نامگذاری نشده است، نامنویس نشده است، خوجگی دهقانی حسابات نسپارد، البته برای او مشکلی ایجاد مینماید. زنها بسیارتر در خوجگی قشلاق کار و فعالیت دارند. موافق حسابات‌های آماری 12504 نفر در خوجگی دهقانی کار و فعالیت دارند. هستند اینهایی که 350 نفر زنانی که رهبر خوجگی دهقانی هستند. هر یک اینایی که مثلا ما رقم چینی کردیم در دایره خودش سهمگذار دارند. هر یک سهمگذار حقوق و وظیفه دار هست که در دایره فعالیت کاری خودش مثال حقوق برآمدن ورقه کارنشایی داره، حقوق استراحت کردن داره که با رخصت مهنتی رفتن، حقوق با دوره فامیلداری که با کودکداری وابسته کرده میشه که این در کودکس مهنت جاری کرده شده است که از طرف شرطنامه‌ای که کار بین کارگر و کارمند میشود حقوق پرداخت کرده میشود. دوهیر به همین حقوق در بعضی زنای هست که حقوق خودشون پایمال میکنن، طلب کرده نمیشوند. هستند همون شخصیتایی که ما گپ زدیم در خوجگی دهقانی و دهشون میدهند که شما در سهم ما هستین، شما سهمگذاره. علاقه همینجا معلوم میشد که زنایی که حقوق دارن و حقوقهای خودشون ندونسته طلب نمیکنن، یعنی که در دایره حقوقهای خودشون باید که با رخصت مهنتی روا و کارنشایی و دیگر طلب کنند، این طلبات را نمیکنند. حالا که سالهای دراز که کار میکنند، بعد با سن نهایی رسیدن که باید با نفقه برآیند، بعد میگن ما در فلان خوجگی دهقانی کار کردیم، باید که مزد معاش سابقه کاری ما معین شود. نگاه میکنن در خوجگی داریشون، دفتر خوجگی داریشون بقیه گرفتگی نشدند، یعنی که جا حقوق خودشون ندونسته یا اینکه وعده خشک خالی را گوش کرده کار در خوجگی کار میکنن، در اخیر میان حقوقشون پایمال میشه. اینم از استفاده نبردن حقوق خودشون میشه. از روی تحلیل‌های متخصصان این ساحه سبب دیگری پایمال گشتن این حقوق زنان از مناسبت رهبران خوجگی‌های دهقانی وابستگی دارد. متخصصان ریاست اگنتی سقوط اجتماعی اندیشه دارند که برای بلند برداشتن معرفت حقوق زنان در سمت دسترسی زنان به حقوق‌هایشان بین آنها کارهای ترغیباتی منفعت‌آور میباشد. این خیلی زنها بسیارند، زنهایی هستند که در خوجگی دهقانی و گفتی آنها 10 ساله کار میکنند، نه که در یگانجا نام و نسبشان نیست. اونا اقلا سهامدار هم نیستند در خوجگی، نه که میگن ما 20 جویک داشتیم، چند جویک داشتیم، ما وقتی کار میکردیم، مثلا ما خوجگی فلان خوجگی را کار میکردیم، نامهای خوجگی را میگیرن که کار میکنیم، نه که وقتی که ما روان میکنیم برای پیشنهاد نمودن سابقه کاریش و خوجگی دهقانی میگه که ما شما را همچون کرایه‌کار استفاده بردیم. لیکن کرایه‌کار هم که باشد، اگر همون خوجگی اگر حسابات بسپارد، برای آدم کرایه‌کاری موسمی میگن، ما خوب داریم که چند ماه کار کرده است، همون قدر ماه او را به نظر بگیریم و سابقه کاری حساب نماییم. یعنی کرایه‌کار هم حق داره؟ کرایه‌کار هم حقوقی به نفقه برآمدن داره، در حالی که اندازه اجتماعی رو همون سردار خوجگی دهقانی یا کوپراتیو 3 سالی یا که مثلا همون تشکیلات موثر باشد سپرده باشد.
باید هر یک شهروند خواهی وای زن است خواهی مرد است پیش از آن که به یک جو به کار می رود به خوجگی اصلا خوجگی دهخانی در نظر داریم و خوجگی دهخانی در نظر داریم باید که به اون سردار خوجگی دهخانی مراجعت کند که همین کاری ما کرایه هست شما ایسای مزد مینتی که من مثلا 100 سومونی است مثلا یک مدت گرفتم همین 100 سومونی شما انداز میسپرید یا نمیسپرید همین سابقه کاری ما در داخل میشود یا نمیشود این اصلا از سهامدار خودش معلوم است که سهامدار است اونجا این معرفت اینجا گپ در بسیارتر شکایت در طرف زنهایی می رود که کیراکار کار میکنند و اگر با زبان خلقی گوییم چهل که میگن وظیفه در آخری سال میگیرن اون زنها را در نظر داریم اونها در هیچ نوع مناسبتشون نیست در اون خوجگی همونجور کیراکار کار میفرماند نه که با همون خوجگی عقلا اگر حساب بترم 3 ماه کار میکنه و 4 ماه کار میکند همون 3-4 ماه یا 6 ماه کار میکنه در اون خوجگی همون 6 ماه همون سابقه کاری به حساب گرفته میشود با شرطی که اندازه اجتماعی را همون خوجگی دهخانی سری وقت بسپارد یا خوی زنها را باید که محافظت کنند البته خیلی حقوق زنهای مثلا زنهای ما رو در مقامات اجرایی حکومت نهایی نواسی شعبه زنان کار فعالیت میکند در نزد مقامات اجرایی بخش حفظ اجتماعی اهالی است باید محافظت کنند مثلا تشکیلات ما اگنتی ما فقط به نفقه سر کار دارد دوید با این مسئله شعبه کار با زنان در یک جایگی با لیگ حقوق شناسی زنان که در شعبه ما وابسته شده است که روزهای چهارشنبه شنبه با قبول شهروندان مراجعت قبول شهروندان واقعی و حقوقی در وابسته هستند دوید با زمین زنان و حقوقی که زنان هستند در یک جایگی شعبه کار با زنان در سال 2017 54 تا صحبت واخوری ها دویر به زن ها گذرانده شده است که دویر به همین سهم زمین هسته خوجگی دهخانی هسته زن زندگی هسته زن زمین هسته که همه حقوق های زن ها را دویر به همین کار و فعالیتشون فهمونده میرسونند دویر به همین هستن بود همین لیگ حقوق شناسی زنانی که در شعبه ما فعالیت میکنند در یک جایگی هر یک روز قبول مراجعت شهروندانی که روزهای چهارشنبه و شنبه قبول می شود هر یک زنی که مراجعت میکنند دویر به زمین زنانی که در دوره حاملگی هستند زنانی هستند که از عقد نیکو بکار کرده می شوند برای عقد نیکوشون زنانی هستند که برای تقسیمات مال و ملکه هستند برای علومی جدا کردن همینا مراجعت میکنند در اساس مراجعت اونا علاقه زنایی که حقوقای خودشون میدونن مراجعت میکنن از طرف شعبه ما با طریق عریضه یا کارهای فهمانده دهی براه مانده میشوند در میدان پختزور همراه اعضایان خوجگی در جانوری حاصل پخته کارگران کرایه هم به کار جلب کرده میشوند خولای نظربی یکی از اختیاریان است او سابقه داری مهنت میباشد در سالهای جوانیش کلخوزچی پیشقدم کلخوز بود وای او دور 12 سومه میگرفتن 4 سومه میدادن پول دنیا میگرفتن کار میکن همه در صحرا مهونه را دائمی میگرفتن این شخصا شما دکرت پولی میگرفتین در زمین کار میکردین او سال زنکو میگرفتن کو دکرت پولی چند سومه حساب کاریشون پولشون میدادن دکرت برای تولید فرزند برای تربیت فرزند برای تربیت فرزند 4 سومه میدادن 12 سومه میدادن یوردن پولی بود امیقه زنو سه فرزند امیقه دولت شروع نگاه میکرد که حاضر چی حاضرم ساز است هن مرتب شگرونه نه اوز دکرت پولی میگیرن این هم کلخوزچی ها البته میگیرن نمیدونم کلنوی ما معلمه ها نمیدونم شو نه اما روزیگه بر وقت ترک بود کودکمون حاضر یک 10 ساله شدگی یا 10 سال پیشتر تریک اپ نبودن ما ترک نداشتیم که دکرت گرفتم کی نه چند فرزند داشتین؟ ما 5 فرزند تولید کردیم 5 فرزند تولید کردین هرگونه دکرت گرفتگی؟ نه یکی در فرمیری کار میکردیم خودمون خوجگی دار بودیم اک رئیس خوجگی شتمان بود نگرفتیم خیلی گپا نبود نمیدونستیم که خیلی توری کردن ممکنه قهرمان دیگری گزارش ما آموزگار است دولت مدرستی و در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 وظیفه جمعیتیش رئیس کمیته اتفاق کسبه مکتب میباشد کمیته اتفاق کسبه در مکتب حقوق و امتیازهای آموزگاران را در جای کار محافظت مینمایند در مؤسسه تحصیلات ما
همگی شماره معلمان 73 نفر را تشکیل میدهند که شماره زنها 37 نفر را تشکیل میدهد. 22 نفرشون رو جوانان تشکیل میدهند که عائله های جوان میباشند. نسبت این عائله های جوان در مؤسسه ما غمخوری دیده می شود. وقتی که آنها مثال به یگان رخصتی حامله داری می برایند یا یگان مثال بعد حامله داری می شوند، نسبت آنها غمخوری ها دیده می شود، تشکیل کرده می شوند. با آنها در حالت کاری شرایط ها مهیا کرده شدند که وقتی که آنها به مثال کودک خورد دارند رفته به کودک سیرکنی یا کودک مکانیشان، حالت تربیه کودکشان، همه شرایط ها مهیا کرده می شوند. حقوق دارد که وی آزادانه مهنت کند، حقوق دارد که تربیه کند، حقوق دارد که استراحت کند، حقوق دارد که فرزندش را تربیه کند. و ما هم در همین حالت در همین مؤسسه با همین معلمان جوان شرایط ها مهیا میکنیم به نسبت به زنانی که کودکان خرد دارند. در وقت تقسیمات ساعت ها آنها موافق خواهش خودشان ساعت هایشان را گرفته که وقتی که کودک خرد دارند در حالت جدول درسی رو تقسیم کردن، آنها باید که برای کودکانشان را سیر کردن در بین استراحتی داشته باشند که رفته کودکاشون را سیر کنند، از حال کودکاشون با خبر باشند و بعد آمده با ساعت درسیشون رو دوام دهند. این امکانیت مهیا میکنه برای زن. البته این شرایط خوبی اون است که نسبت زن کمتر سبکی هم میدهد. در این مؤسسه قسم زیادی آموزگاران را زنان و دختران تشکیل میدهند. برای مهیا نمودن شرایط های کاری، استراحت و فراغت معلمان در یک جایگی با مأموریت مکتب، کمیته اتفاق کسبه شرایط های مساعد فراهم آورده است. حقوق دارد که آزادانه سخن گوید، حقوق دارد که آزادانه مهنت کند، حقوق دارد که کارش رو برد. مثال وقتی که وای اگر شرایط که مهیا نکنیم ما نسبت اینها کار کردن نمیتونن کودک خود دارن، ما باید با آنها شرایط خوب مهیا کنیم، جای دمگیری داشته باشن. آنها را ما شرایط مهیا کردگیم که نه میآیند دم میگیرن، یگان پیالک چایشان هم میگیرن، کمتر استراحت میکنن، با درسشان رو دوام میدن. ما دوریم همین خیلی شرایط مهیا کردگی هستیم. برعکس خواجگی های دهقانی زنان آموزگار از حقوق خود باخبر هستند. نیالبی سعید ابراهیم بعد رخصتی مهنتی به فعالیت کاری شروع کرد. روزهای نزدیک باشد بر رخصتی برای تولد و نگاهبینی فرزند میبراید. در فیصدی می شود که من همین امتیازها را استفاده بردستم. از همین امتیازها راضی هستم. بلوتین میگیرم، گوهر پولی میگیرم، تربیه کودک میگیرم. در مکتب برای زنان آموزگار که کودکان خردسال دارند برای نگاهبینی آنها شرایط‌های خوب مهیا نمودند. دلافروز سعید و هنگامی در کار بودنش کودکش را نزد مربی مانده به خاطر جمع و کار مشغول می شود. همه همی چیزایی که ما حقوق داشتیم همه هم را تامین کردن برای ما. همینا نعمت و در مکتب مربی شده کار میکند. او با کودکان مشغولیت‌های گوناگون میگذراند. مکتب ما در مرکز انکشاف کودکه، لیکن محلی ما میارن حالا که خونه شده کودکان ندارن میرن معلم همین کودکای ما را خشرون تا ساعت 11 نگاه ما تا ساعت 11 او را قبول میکنیم، ساعت 11 شد میگیرن میرونش. لیکن ما تو مکتبی انداریم 6 ساله و 7 ساله آنها را نگاه میکنیم، خیلی آنها را فقط بر رسم رنگ غبار نشون میدیم. او کودکایی که میدهن خیلی و بعد بازی میکنن نگاه بین میکنیم اونها را تا ساعت 11 را. اینن برای ما یک چیه یک امتیازی که برای معلمای ما یک یاردم یک چیزی است که گلکش ایره ماشین قد کوچه همه جا به راحت در دست ما تا ساعت 11 را میسته که ما را نگاه میکنم تا ساعت 11 ما جوابگرم نگاه میکنم. یعنی خاطری او جمع است. پیشنهادی من میخوام که یک پیشنهاد دارم که اگر چه قدری که با پیشنهاد باشه برای فرزندای اینو ما را گفته بودن چند بار که برای استراحتگاه ها این مثال بعضی فرزندای فراش یا که کارکنو اینو ما روان کردگیم، یک سال روان کردیم. این سال با سبب که خیلی خود مزم نبود کمتر نتونستم، لیکن پیشنهادی من هم یک چیز دیگه همیه که اگر که شود چقدر مثال با شهرهای دورتر اگر ساناتوریا با چیتر باشه روان کنیم زنها را با بهتره.
нагрузкаша вазнини бадам кор нест барои занҳои кӯдакдор мешавад ки нагрузка агар вазнин биғалта инам барои зан вазнин меғалта барои ҳамин мо ҳозир занҳомон бисёр ки ҳаста нагрузкамон бояд камтар боша бо беҳтарай да зан да нагрузкаи вазнин барои асабонишам чиай барои тарбияи кӯдакшам вазнин меғалта агар бо рафта бо дар истироҳатгоҳҳо дам бигира бо ин бо хела беҳбудӣ астай ҷавҳарби бобомуродова ва дигар заноне ки дар хоҷагиҳои деҳқонӣ кор мекунанд мувофиқи қонунгузории тоҷикистон онҳо низ ҳангоми фаъолияти корӣ ба монанди омӯзгорон ҳуқуқ ва имтиёзҳои муайян доранд аммо дар ин хусус онҳо то ҳол андеша накардаанд.